سلام به شما. میدونید یکی از اون سوالای خیلی بزرگ که همیشه بوده اینه که آگاهی واقعاً چیه؟ یعنی آیا واقعاً فقط یه محصول شیمیایی و الکتریکی مغزه؟ خب ببینید، منابعی که امروز میخوایم با هم بررسی کنیم یه نگاه خیلی متفاوت رو مطرح میکنن. چه جور نگاهی؟ ترکیبی از فلسفه و اینهاست؟ بله، ترکیبی از حکمت متعالیه، عرفان و حتی یه نیم نگاهی به یافته‌های علمی. جالبه. پس هدفمون اینه که این دیدگاه رو باز کنیم برای شنونده ها. دقیقاً. میخوایم این ایده رو بکاویم که آگاهی شاید اصلا محصول مغز نباشه، بلکه یه چیز بنیادی تر باشه و مغز ما میدونید بیشتر نقش یه گیرنده یا یه تنظیم کننده رو بازی کنه. بسیار خوب. پس بیایید شروع کنیم. این نگاه دقیقاً از کجا شروع میشه؟ نقطه کلیدیش اینه که آگاهی رو تجلی مستقیم یه حقیقت واحد وجودی میدونه. یعنی نه یه مفهوم انتزاعی، بلکه یه جور میدان پدیداری اطلاعاتی بنیادین. یه میدان مثل میدان انرژی؟ خب شبیه یه میدانه، ولی با یه ویژگی خیلی خاص. ذاتاً کیفیت پدیداری یا همون کوانیا داره. انگار هر جزءش یه درون حسی داره. یعنی اطلاعات و اون حس شدن اطلاعات دو روی یه سکن. پس خود میدان حس داره؟ این با اون چیزی که معمولا فکر میکنیم خیلی فرق داره ها. دقیقاً. نگاه رایج میگه مغز این حسا رو ایجاد میکنه. این دیدگاه میگه حس ذاتی خود اون حقیقت یا میدانه. خیلی عجیبه. خب اگه اینطوره، پس مغز اینجا چی کار میکنه؟ نقشش چیه؟ نقش مغز حیاتیه، اما نه به عنوان خالق. مغز یه جور رابط ازلیه و مهمتر از اون مثل یه فیلتر و یه رزوناتور یا تشدیدگر عمل میکنه. فیلتر؟ یعنی چی رو فیلتر میکنه؟ ببینید، اون میدان آگاهی اصلی بی نهایت وسیع و پیچیده است. مغز ما بخش عظیمی از اون رو فیلتر میکنه، یه جورایی فشردش میکنه. تا ما بتونیم یه تجربه محدود و قابل مدیریت انسانی داشته باشیم. پس مثل یه شیر آب عمل میکنه که جلوی سیل اطلاعات رو میگیره. یه همچی چیزی. جالبه که بحث شبکه پیشفرض مغز یا DMN هم اینجا مطرح میشه. به نظر میاد وقتی فعالیت این شبکه کم میشه، مثلا تو مراقبه عمیق، فیلتر کمتر کار میکنه و تجربیات گسترده تر میشن. درسته. و گفتی تشدیدگر، رزوناتور، اون یعنی چی؟ بله، بحث رزونانس پدیداری. مغز با الگوهای نوسانی خودش مثل امواج گاما و تتا، اون احساسات بنیادین یا پیشاکوالیا، پروتوکوالیا که از میدان میگیره رو ترکیب میکنه و تشدید میکنه. میشه یه مثال بزنید؟ حتما. مثل اینکه نوت‌های خام موسیقی رو تبدیل به یه ملودی دلنشین کنه. مغز این حس‌های خام رو میگیره و تبدیلشون میکنه به تجربیات پیچیده‌ای مثل دیدن رنگ، حس عشق یا درک زیبایی موسیقی. پس مغز یه جور مترجم هم هست در واقع. دقیقاً. اطلاعات فیلتر شده و تشدید یافته رو به زبان ادراکات حسی، افکار و احساسات ما ترجمه میکنه. آگاهی ما تجلی فیلتر شده اون حقیقت در ابزار مغز. خیلی جالب شد. پس این دنیایی که میبینیم و میشنویم ترجمه مغز ماست از اون میدان اصلی؟ به نوعی بله. جهان پدیداری ما بر ساخته سازوکارهای مغزه، اما در بستر اون آگاهی یا حقیقت واحده. خب این سوال پیش میاد که من چی؟ این حس من بودن و جدایی از بقیه چیزا. دقیقاً به نکته حساسی رسیدیم. این دیدگاه میگه باید بین حقیقت، اون میدان واحد که یک پارچه و فراتر از مفاهیمه، و مفاهیم ذهن ما تمایز قائل شیم. مفاهیمی مثل زمان، مکان، اشیاء جدا و از همه مهمتر مفهوم من. اینا ساخته ذهنن و دوگانه سازن. یعنی این من که اینقدر برامون واقعیه خودش یه ساخته است؟ یه جور توهم؟ این دیدگاه معتقده که دوگانگی من و نه من ریشه اصلی توهمه که تو بعضی سنت‌ها بهش میگن مایا. این حس جدایی از اون حقیقت واحده. پس سرشت واقعی ما چیه اگه این من نیست؟ سرشت واقعی ما همون آگاهی یا حضوره. همون چیزی که داره این تجربه رو از طریق مغز دریافت میکنه. من مفهومی فقط یه ابزاره. وای، این طرز فکر پیامدهای خیلی بزرگی داره، مثلا برای سوالاتی مثل زندگی پس از مرگ. بله، پیامداش جالبه. در مورد مرگ
وقتی مغز که رابط ما بود از کار میفته، آگاهی فردی مثل موجی که روی اقیانوس بود به خود اقیانوس، یعنی اون میدان بنیادین برمیگرده، توش حل میشه. یعنی نه اینکه لزوماً من با همین خاطرات ادامه پیدا کنم. نه لزوماً با جزئیات فردی، بیشتر یه جور بازگشت به اصله، حل شدن در کلیت، میشه گفت فنا در بقا. و از نظر اخلاقی و معنای زندگی چطور؟ اگه بپذیریم همه ما تجلیای مختلف یک آگاهی هستیم، درک این وحدت میتونه پایه محکمی برای شفقت باشه. آسیب به دیگری در واقع آسیب به خود کیهانی ماست. و زندگی هم شاید فرصتیه برای خود حقیقت که از طریق تجربیات بیشمار ما خودش رو بشناسه. یه جور خودشناسی کیهانی. آیا راهی هست که این ایده ها رو بشه به علم نزدیکتر کرد؟ گفتی DMN. بله، ارتباط با DMN یه مسیر ممکنه. میشه دید آیا واقعاً تو تجربیات وحدت بخش کاهش فعالیت DMN با حس وحدت هم سنبستگی داره؟ یا مثلا الگوهای ناهماهنگ در رزونانس پدیداری شاید بتونن بعضی اختلالات روانی که درک واقعیت مختل میشه رو توضیح بدن. اینا فرضیه‌های قابل آزمون میشن. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی کوتاه داشته باشیم، این دیدگاه میگه آگاهی اصل بنیادینه و مغز ما مثل یک گیرنده و تنظیم کننده پیشرفته عمل میکنه که تجربه ما را از اون حقیقت واحد شکل میده. دقیقاً همینطوره. و حالا شاید این سوال برای شما شنونده عزیز باقی بمونه که کمی بهش فکر کنید. اگه تجربه روزمره شما نه محصول مستقیم کار مغزتون، بلکه دریافت تنظیم شده مغز شما از یک آگاهی کیهانی باشه، این نگاه چطور درک شما را از خودتون، از دنیای اطرافتون و از ارتباطتون با کل هستی تغییر میده. فکر کردن به این که شما فقط یه من جدا و تنها نیستید، بلکه بخشی جدای ناپذیر از این آگاهی بنیادین هستید، چه تأثیری روی نگاهتون به زندگی میذاره؟